امروز کسی محرم اسرار کسی نیست. ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست. سپاس و درود و سرود و نوا به همه شما. من آرزو میکردم از همین تمام تاجیکستان، تاجیکای دنیا که مولوی خانتان، من گریه کردم و جوانک ها شیرخانه بینید، نواختن بینید. وقتی خروشوف به نان وای شد که نان ریزه همون وقت برآمد، خلق بینه چی قبول کرد. فرمانم میتیم که چیزی پس نخواندم، کتاب خواندم، همون آهنگ حیف نشد، آهنگ به چیزی پس نخواندم. مشاهده میکنید که ما با ارزش های گوییم معنوی دیده به ارزش های مادی بیشتر توجه میکنیم. این به چی میشه؟ کتاب عقل فراست نجدر کن، سواد نجدر کن. اگر موقع که شعر این مروری دیده از دریای عقل گوییم، سرود رو چگونه توصیف میکنید دوستان؟ همین بعضی هاشون همین صنعت برش برآورده میبره. صد افسوس. جان پسر نخلی جوانی باش زیبی بوستان، میوه های شکرینده از تو امیدم کلان.